چطوره؟ آقا فقط اگه میشه تو مقصد پشت نگاه نکنی. آره پشت نگاه نکن معذب میشیم. آی آروم باش زنی که آهای های عقب رو نگاه نکن آروم زاده. با چقدر شد؟ 200 تومن قابل نه. کل تخفیف دارم. سلام خانم شما حساب گرفته بودی؟ بله فقط آقا یه تبادلی بیا انجام بدیم. شما منو میرسونی منم به شما میرسونم. یعنی چی به من میرسونی؟ سلام آقا. سلام آقا. سلام آقا. سلام آقا. بیا تو بیا تو آرام زادم مگر اتوبوسه. آقا یه سجاده تا من دو سخترم سوار کنم. آقا ببخشید بله خودشه. تو آشین ست منم پول تو بودی اسنپ گرفتی ببخشید نشناختم. کی؟ نخواد عروم زاده دوستا سرزا چند خدمت شما دستون درد نکنه لطف کردید ممنون مرسی چیزی گفتی عزیزم؟ 5 تا رو فراموش نشید دوست عزیز دست شما درد نکنه مرسی بچه من اسنپ گرفتم نمیدونم چرا این آقا داره اینجوری میکنه فکر کنم میخواد به این دست بزنه بینا خیلی گرمه یه کولر میگیری؟ خرابه این خوبیه شغل ما اینه آقا بالا سر خودتی کسی نیست به حرفی بزنه داداش این کوچه رو میری تو چش یه لغو سفر میزنی من کمیسیون ندم سلام راستش من شغل اصلی مستب نیست شما رشته چیه؟ پزشکی. شما رشته چیه؟ دکترای پزشکی باش من استپ و واسه این میام که داشت پولش برام مومی میام حسلم سر نره داداش فقط کرایت آنلاین زدم سلام بابا بی زحمت اسم و فامیلتون رو میگین من چک کنم؟ بله علی انبران هستم ببخشید فقط میتونم بپرسم که اجداد شما چی کاره بودن که همچین فامیلی رو برای شما انتخاب کردن؟ انایی مثل تو رو میرسوندن